پیکان، خودرویی در قلب و ذهن ایرانیان. بیشتر ایرانی‌ها با شنیدن کلمه پیکان یاد خودروی جعبه‌ای شکل می‌افتند که حدود دهه 50 در صنعت خودروی کشور ساخته می‌شد و هرچند 2 دهه از تعطیل خط تولید آن می‌گذرد، اما هنوز هم می‌توان خودرو را تک و توک در خیابان‌ها و جاده‌های کشور دید. ایرانی‌ها در سال 1379 شمسی با ورود 2 دستگاه خودرو رنو در زمان مظفرالدین شاه قاجار با وسیله نقلیه چهارچرخی به نام ماشین آشنا شدند. اما اگر بخوایم نقطه آغاز صنعت خودرو ایران رو تعیین کنیم، باید به 23 اردیبهشت 1346 خورشیدی برگردیم، یعنی زمانی که خودروی پیکان در کارخانه ایران ناسیونال راه اندازی شد. ایرو انگلیسی قبل از پیکان ایرانی. پیکان قبل از ورود به ایران 12 سال در انگلیس تولید می‌شد که مدت زمان طولانی به حساب می‌آید. خودروسازی روتس که بعدها تبدیل به کرایسلر اروپا شد، روتس ایرو یا پیکان را تولید می‌کرد. بودجه زیادی برای طرح و تولید پلتفرم جدید نداشت و سعی می‌کرد با تغییر بر روی ظاهر و مشخصات فنی روتس ایرو و ارائه فیس‌لیفت‌های جدید خریداران را به خود جذب کند. طی این 12 سال پیکان علاوه بر انگلیس در ونزوئلا، نیوزلند، مالت، استرالیا، پرو نیز خط تولید داشت و در آن کشورها نیز تولید می‌شد. پیکان قبل از ورود به ایران با نام‌های دوج، کراسلر، هامبورگ، سینگر، هیلمن و ساندبیم فروخته می‌شد. هر کدام از این برندها زیر مجموعه‌ای برای خود داشتند که کمی عجیب و دور از انتظار است، اما در آن زمان اتفاقی بسیار رایج بود، چرا که تغییر پلتفرم هزینه زیادی به همراه داشت و از سوی دیگر جذب مشتری تنها با ارائه یک مدل ممکن نبود. بنابراین تولید کنندگان پیکان سعی می‌کردند محصولاتشان را در مدل‌های مختلف به بازار بفرستند و به این صورت برای این خودرو مشتری جذب کنند. پیکان خودروی ملی ایران. 23 اردیبهشت ماه سال 1346 بود که پهلوی 2 خط تولید پیکان را افتتاح کرد و این خودرو به صورت رسمی وارد سبد محصولات ایران ناسیونال شد. دولت در آن زمان عزم بسیار جدی داشت تا خودروی سواری تولید کند. برای همین با کمپانی خارجی که میتوانست این کار را انجام بدهد وارد مذاکره شد. همان سال قراردادی با شرکت روتس بسته شد تا به واسطه آن خودرویی به نام پیکان در ایران تولید شود. نکته قابل توجه این است که قیمت پیکان در آن زمان فقط و فقط 13,000 تومان بود. پیکان خودرویی برای همه. زمانی پیکان خودرو بود که در دسترس همه اقشار جامعه بود. برای مثال امیر عباس هویدا، نخست وزیر وقت، یکی از افرادی بود که خودروی پیکان را استفاده می‌کرد. قیمت مناسب این خودرو یکی از دلایل جذب خریدار و مشتری به سمت آن بود. هرچند آمار دقیقی از تولید پیکان قبل از انقلاب در دست نیست، اما با حمایت دولت خیلی زود همه‌گیر شد و جای خود را در خیابان‌ها و جاده‌های کشور محکم کرد. پیکان چراغ بنزین. پیکان ایرانی دقیقاً همان خودرویی نبود که در انگلیس تولید می‌شد. برای مثال در پیکان دولوکسه و سپرهایش مدل هارم و دوردوزی آن از هیلمن، داشبورد و فرمان آن از سینگر بود و بخشایی از آن هم در ایران تولید می‌شد. سرسیلندهای 1725 سی سی این خودرو بسیار محبوب شد و برای حل مشکل جوش آوردن آن رادیاتورهای دولول به 4 لور تغییر یافت. در طرح و تولید پیکان سعی شد که محصولی مناسب با آب و هوا و جغرافیای ایران تولید شود. پیکان در سال 1351 با چراغ گرد معروف به چراغ بنزین ساخته شد که 1 سال بعد با فیسلیفت جدید و با چراغ مستطیلی به بازار آمد. بعد از استقبال گسترده خریداران، پیکان در 2 مدل هیلمن و جی تی که در ایران به پیکان جوانان مشهور بود عرضه شد. این مدل از پیکان با 2 چراغ گرد به محصول BMW شباهت داشت. در واقع طرح هیلمن GLS روی موتور هیلمن GT سوار شده بود. تولید پیکان وانت. طی 12 سال تولید پیکان در انگلیس تغییراتی بر روی آن اعمال شد که در ایران محسوس نبود. اتفاقات ویژه‌ای که در ایران رخ داد تولید پیکان وانت بود. این خودرو مختص بازار ایران است. البته 2 جاسکی نسخه دیگر از روتس ایرو بود که در آفریقای جنوبی تولید میشد و شباهت زیادی به پیکان وانت داشت. هیلمن قهرمان رالی. در سال 1968 بزرگترین رالی اروپا بعد از جنگ جهانی برگزار شد. طول مسیر این مسابقه رالی 17,000 کیلومتر بود. تمام کردن آن به 1 ماه زمان نیاز داشت و 100 خودرو از کمپانی‌های معروف مثل بنتلی، پورش و رولز رویس در آن حضور داشتند. مسیر رالی از ترکیه وارد تبریز می‌شد. کراسلر در آن زمان شرکت روتس را خرید تا از رقیب‌های خود عقب نماند. شرکت روتس به کراسلر روتس تغییر نام داد
و در طی مسابقه لوگوی کراستر بر روی خودروهای هیلمن دیده میشد. 2 هیلمن حاضر در این مسابقات در تهران و در کارخانه ایران ناسیونال سرویس میشدند. در آخر مسابقه یکی از هیلمن‌ها که در رده دوم بود، سیتروئن که در رده اول بود تصادف شدیدی کرد و از ادامه مسابقه باز ماند. بنابراین هیلمن برنده این رالی شد. این پیروزی به مدیران کراس ثابت کرد که هیلمن خودروی قدرتمند است. هیلمن‌های شرکت کننده در این مسابقه کاربراتی بودند. پس از مسابقه تصمیم گرفته شد که جیتی آن وارد بازار شود، مدلی که همان پیکان جوانان معروف ایران بود. سالهای رکود پیکان. مونتاژ پیکان در ایران تا سال 1364 ادامه یافت تا اینکه خط تولید پیکان در کلاسر اروپا متوقف شد و با پژو ادغام شد. در نتیجه این ادغام، ایران خودرو با مشکلاتی در تولید و واردات پیشرانه قطعات آن مواجه شد و تولید پیکان از 7000 دستگاه به 3000 دستگاه در سال 1368 رسید. پس از این رکود کارخانه پژو موافقت کرد که ایران خودرو موتورها و سیستم تعلیق پژو 504 را برای ساخت پیکان استفاده کند. پس از ساخت قطعات لازم پیکان، تولید این خودرو 13 سال ادامه داشت و در سال 1384 پیکان با تولید 2,295,000 دستگاه با کارخانه ایران خودرو خداحافظی کرد و آخرین پیکان تولید شده هم راهی موزه شد. روزگاری پس از توقف تولید پیکان در سال 1384 خودروهای سمن، ال90 و پژو روا به عنوان جانشین آن معرفی شدند، اما به دلیل قیمت بالا نتوانستند به موفقیت چندانی دست پیدا کنند. با اینکه سالها از توقف تولید پیکان در ایران می‌گذرد، اما همچنین این خودرو با رنگ‌های مختلفی در خیابان‌های ایران حضور دارد. 23 اردیبهشت تولد پیکان. 23 اردیبهشت سال 1346 روزی بود که پیکان به طور رسمی روی خط تولید ایران ناسیونال قرار گرفت. این روز فقط یادآوری یک خودرو نوستالژیک و خاطره انگیز نیست، بلکه روزی است که تاریخ صنعت خودرو ایران آغاز شد. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، این ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و نظراتتون رو داخل کامنت ها برای من بنویسید.